چین برای ساختمان یک دانشگاه بین المللی در تاجیکستان با فراگیری بیش از 40,000 دانشجو به حکومت کشور پیشنهاد سپرده است. جان لو، نماینده مرکز تکنولوژی‌های اینوواسیونی شهر چینداو چین، روز 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس نقشه اولیه این دانشگاه در بخش‌های زباندانی، صاحبکاری، مهندسی، داروسازی و در مجموع از روی 42 اختصاص داوطلبان را جلب خواهد کرد. او گفت تصمیم دارند که این دانشگاه را در همکاری با شرکت فیض جامع تاجیکستان بسازند. این نماینده چین گفت در صورت به کار پرداختن دانشگاه نه تنها قبول داوطلبان از تاجیکستان بلکه از سراسر دنیا در نظر است. قبل از همه دانشجویان از کشورهای همسایه تاجیکستان به مثل ازبکستان و قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان به این دانشگاه پذیرفته می شوند. پیشنهاد ساختمان دانشگاه و یک کارخانه تولید سمنت روز 14 اکتبر در ملاقات امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در دوشنبه از جانب نماینده مرکز تکنولوژی‌های اینوواسیونی شهر چینداو و شرکت فیض جامع کارشریک این مرکز در تاجیکستان صدا داده است. حسین سفرов رهبر شرکت فیض جامع بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور پیشنهادهای آنها را پذیرفت و برای تطبیق آن به کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی سپارش داد. تصمیم بنیاد دانشگاه بین المللی از جانب چین باری اول است که صدا می دهد. چین یک سرمایه‌گذار اصلی در اقتصادیات تاجیکستان است. صاحبکاران این کشور در همکاری با صاحبکاران تاجیک دهها کارخانه‌های استحصالی بنیاد نمودند و شرکت‌های چینی نیز استخراج کان‌های طلای تاجیکستان را در دست دارند. گردش سالانه مال و کالا میان این دو کشور به $2 میلیارد برابر است.